یک گروه دانشجویان از فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان عبارت از 40 نفر به آثارخانه ادبی میرزا ترسونزاده رفتند و از اتاقهای گوناگون آثارخانه که در آنها کتاب‌ها، دست‌نویس‌ها، اشیاءهای شخصی، مکافات و جایزه‌ها و عکس‌های تاریخی میرزا ترسونزاده نگهداری می‌شوند دیدن کردند. متخصصان آثارخانه به دانشجویان درباره سهم شاعر در رشد ادبیات، فرهنگ و مناسبت‌های بین‌المللی تاجیکستان معلومات مفصل پیشنهاد نمودند. ضمن واخوری و بازدیدی دانشجویان، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان ادبیات شناس و پوبلیسیست معروف حفیظ رحمان درباره فعالیت ایجادی و جمعیتی شاعر سخن گفته ابراز داشتند که استاد میرزا ترسونزاده بسان مشعله بود که راه ملت را برای برآمدن به بلندی‌های خودشناسی روشن می‌کرد. در قطعه‌های آسیا و اروپا و مناطق افریقا و شرق خلق تاجیک و تاجیکستان را آشنا می‌کرد. اثبات کرد که این مردم صاحب تاریخ بزرگ فرهنگ و تمدن است. شعر این ملت ادامه سنت‌های ادبی سعدی و حافظ و نظامی است. سپس دانشجویان از ایجادیات شاعر محبوب شعر و داستان‌ها قرائت نموده محفل جالب آراستند. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم، این دل من منزل یاد تو بود، یاد رود حسن آباد تو بود. هر یک گوشه آثارخانه و هر یک اکسپونات قصه از راه پرشرف زندگی و فعالیت جمعیتی میرزا ترسونزاده نقل می‌کند. کارمندان آثارخانه ضمن واخوری تاکید نمودند که ترسونزاده نه تنها یک شاعر بزرگ بلکه شخصیتی برجسته است که با آثار ادبی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در عرصه بین‌المللی جایگاه ارزنده پیدا کرده است. دانشجویان اظهار داشتند که چنین بازدیدها به آنها در آشنایی با ارزش‌های ملی، میراث گرانبهای ادبی و درک مسئولیت نسل نو در رشد و پیشرفت جامعه کمک می‌رسانند. گفته شد که میراث جاویدانه میرزا ترسونزاده تا امروز برای جوانان مکتب خودشناسی و الهام بخش باقی مانده است.